یک ماه از برگشتنم به مدرسه گذشته بود و هنوز داشتم تلاش می‌کردم با بقیه بچه‌ها اخت شوم. به این نتیجه رسیده بودم که هرگز نخواهم فهمید چرا پدرم بعد از دستور به نفرت از این آدم‌ها حالا فرمان به همرنگی با آنها داده بود. فقط یک دوست داشتم، ولی تمام سعیم این بود که تعدادشان را بیشتر کنم. چون برای زنده ماندن حداقل 2 دوست لازم داشتم. برای روز مبادایی که یکیشان مریض میشد و مدرسه نمی آمد. یک روز وقت نهار پشت میز نشسته بودم و 2 بچه را نگاه می کردم که سر یک تفنگ آبپاش سیاه با هم گلاویز شده بودند. یکی از پسرها گفت: تو پلیس شو، من میخوام تیریدین باشم. آن یکی گفت: نه تو پلیسی، من تیریدینم. من هم دوست داشتم بازی کنم. گفتم: شاید من باید تیریدین باشم، اصلا اسمم همینه. با نگاه از بالا و تحقیر آمیز ویژه پسر بچه های 8 ساله نگاهم کردند. اضافه کردم: من جسپردین هستم. با هم فامیلین؟ فکر نکنم. پس بزن به چاک. به هم برخورد. گفتم: باشه من پلیس میشم. این حرفم باعث شد توجهشان جلب شود. همه میدانند در بازی دزد و پلیس، دزد به شکل قراردادی قهرمان است و پلیس کتک خور. آدم هم نمیتواند دائم کتک بخورد. تمام وقت نهار بازی کردیم و وقتی زنگ خورد با این سوال به جهالتم خیانت کردم. این تریدین کی هست؟ سوالی که حال همبازی هایم را به هم زد. خاک بر سرت، تو حتی نمیدونی کی هست. اون بدترین آدم روی زمینه. بانک میزده. یکی دیگه از بچه ها گفت: جانی هم بوده، دیوونه بوده طرف. و دست جمعی بی خداحافظی رفتند. همان جوری که با رفقایت به نایت کلاب می روی و بخت بهشان رو می کند و ناگهان غیب می شوند. آن روز عصر رفتم خانه و دیدم پدرم دارد با یک موز می زند روی لبه کابینت. صدای تق تق می داد. بی حال گفت: یک موز گذاشتم تو فریزر یخ بزنه. جرأت داری بیا گازش بزن. پرسیدم: من با بانک زن معروف تیردین فامیلم؟ موز مثل یک تیکه سیمان افتاد زمین. بابا لبهایش را به داخل دهانش مکید و از جایی در اعماق بدنش به زحمت این جمله را شنیدم: او عموت بود. با ناباوری پرسیدم: چیم بود؟ عموم؟ من عمو دارم؟ اونم عمویی که یک بانکزن معروفه؟ بابا گفت: عمو داشتی، مرده، برادرم بود. اولین باری بود که راجبش میشنیدم. تریدین، قاتل پلیس‌ها، بانکزن، قهرمان ملی، افتخار هر مبارز، عمویم بود. برادر پدرم. کسی که سایه مستطیل شکل بر زندگی هر دومان افکنده بود. سایه‌ای که مدت‌ها بود نمی‌گذاشت هیچ کدام از ما بتوانیم تنمان را برنزه کنیم. اگر استرالیایی باشید اسم تریدین دست کم یک بار به گوشتان خورده. اگر هم نباشید خب نشنیدید. چون هرچند استرالیا مکان پرحادثه‌ای است، ولی اتفاقاتی که در آن می‌افتد همانقدر ممکن است تیتر روزنامه‌های دنیا شود که این خبر: زنبوری در گینه نو اشتباهی درختی را نیش زد و مرد. تقصیر ما نیست. این چیزی است که یک تاریخدان مشهور استرالیایی اسمش را ظلم دوردست بودن گذاشته بود. منظورش این است که استرالیا مثل پیرزنی تنهاست که در خانه‌اش مرده. اگر تمام موجودات این سرزمین ناگهان با هم سکته کنند و بمیرند، اگر صحراهای سیمپسون از تشنگی هلاک شوند و جنگل‌های بارانی غرق شوند و حایل مرجانی استرالیا اینقدر خونریزی کند که بمیرد، احتمالاً روزها می‌گذرد تا اینکه بالاخره بو از سر این اقیانوس آرام راه بیفتد و برسد به همسایه‌هامان و یکی را وادار کند به پلیس زنگ بزند. وگرنه مجبوریم صبر کنیم تا نیمکره شمالی به فکر بیفتد که چرا ما جواب نامه‌هایشان را نمی‌دهیم. پدرم درباره برادرش با من حرف نزد. هر بار ازش خواستم بیشتر برایم بگوید آهی بلند و عمیق کشید. انگار این هم از جمله شکست‌هایی بود که علاقه‌ای به آن نداشت. این شد که خودم تحقیقات را شروع کردم.
اول از همکلاسی هایم پرسیدم، ولی جواب آنها چنان متفاوت بود که مجبور شدم از تمامشان صرف نظر کنم. بعد رفتم سراغ چند تا عکس خانوادگی که قبلا فقط یک نظر دیده بودم. همانهایی که داخل جعبه کفش سبزی بودند که توی کمد چپانده شده بود. این بار متوجه شدم 3 تا از عکس‌ها به قصد بریدن سر یک نفر سلاخی شده‌اند. عملی که زحمت میشد آن را یک دست توصیف کرد. هنوز می توانستم در 2 تا از عکس‌ها گردن و شانه‌هایش را ببینم. عکس سوم هم 2 نیم شده بود و نیمه‌ها با نوار چسب قهوه‌ای با شلختگی از وسط به هم چسبانده شده بودند. به این نتیجه رسیدم پدرم تلاش کرده تمام تصاویر برادرش را از بین ببرد تا شاید فراموش کند. پوچی تلاشش کاملا آشکار بود. وقتی این همه تلاش می‌کنی یک نفر را فراموش کنی، خود این تلاش تبدیل به یک خاطره می‌شود. بعد باید فراموش کردن را فراموش کنی و خود این در خاطره می‌ماند. خوشبختانه پدرم نتوانسته بود مقاله‌هایی را که در کتابخانه پیدا کردم و در آنها شرح ماجراجویی‌ها، قتل‌ها، جستجوها، دستگیری و در نهایت مرگ تری آمده بود از بین ببرد. ازشان فتوکپی گرفتم و چسباندم به دیوار اتاقم. شبها خودم را در قالب او تصور می‌کردم. ترسناکترین تبهکار. تنها کسی که جسدی را در خاک پنهان کرده و به انتظار رشدش نشسته بود. در تلاشی به منظور افزایش محبوبیتم به همه بچه‌های مدرسه گفتم که با تیریدین چه نسبتی دارم. برای اشاعه این اطلاعات هر کاری کردم جز استخدام یک تبلیغاتچی. یک مدت خبر داغی بود، ولی در نهایت یکی از بزرگترین اشتباهات زندگی هم از آب درآمد. اوایل در چهره رفقایم قشنگ ترس را می‌دیدم. ولی بعد از مدتی هر کس و ناکسی می‌خواست با من دعوا کند. بعضی می‌خواستند با کتک زدن برادرزاده تیریدین اسم و رسمی پیدا کنند. بقیه فقط می‌خواستند لبخند مغرورانه‌ام را از چهره‌ام پاک کنند. ظاهرا غرور اجزای صورتم را برایشان غیرقابل تحمل کرده بود. چند بار با زبان بازی خودم را از مخمصه نجات دادم. ولی یک روز قبل از مدرسه دشمنانم با بی‌توجهی به قوانین زمان دعوا سرم کلاه گذاشتند. دعوا همیشه باید از مدرسه اتفاق میافتاد، نه صبح علت که یک بچه 8 ساله هنوز قهوه‌اش را هم نخورده. به هر حال 4 تا بودند. 4 تا قلتشن دعوایی اخمو با مش‌های گره کرده. هیچ راه فراری نداشتم. گیر افتاده بودم. خودش بود اولین دعوایم. بچه‌ها برای تماشا دورمان جمع شدند. در مایه‌های سالار مگس‌ها سرود می‌خواندند. بینشان دنبال هم دست گشتم. خبری نبود. همه‌شان می‌خواستند له شدن و گریه‌ام را ببینند. به خودم نگرفتم. این دفعه نوبت من بود. همین. لذتی که بچه‌ها از تماشای دعوا میبرند قابل توصیف نیست. شبیه لذتی که در اولین مواجهه با کریسمس میبرند. طبیعت انسان است که سن و تجربه آبکیش نکرده. آدمی زاده است که تر و تازه از جعبه بیرون آمده. هر کسی که میگوید زندگی است که آدمها را تبدیل به هیولا میکند، باید به طبیعت خام بچه‌ها یک نگاهی بیاندازد. یه مشت طول سگ که هنوز سهمشان را از شکست و پشیمانی و نکبت و خیانت نگرفتند، ولی باز هم مثل سگ‌های درنده رفتار می‌کنند. من با بچه‌ها دشمنی ندارم، فقط نمی‌توانم به بچه‌ای اعتماد کنم که موقع پا گذاشتن اشتباهیم به میدان مین به هم هر هر نخندد. دشمنان احاطه‌ام کردند. چند ثانیه به شروع دعوا مانده بود و احتمالاً بسیار ثانیه تا پایانش. هیچ جا نداشتم بروم. نزدیکتر شدند. تصمیم خطیری گرفتم. درگیر دعوا نمیشوم. مثل یک مرد با جریان برخورد نمی کنم. مثل یک مبارز نمی جنگم. ببینید، میدانم آدم‌ها دوست دارند درباره کسانی بخوانند که از حریفشان بسیار ضعیف‌ترند، ولی این ضعف را با روحیه بالا جبران می‌کنند. آدم‌هایی مثل عمو تیریدین خودم. آدم‌هایی که تا آخر از پا نمی‌افتند مورد احترامند. درست نمی‌گویم؟ ولی این موجودات اصیل باید دمارشان درآید. اما من به هیچ عنوان دوست نداشتم له و لورده شوم. علاوه بر این، یاد یکی از چیزهایی افتادم که پدرم در کلاس درس آشپزخانه بهم یاد داده بود. گفت: گوش کن جسپر، غرور اولین چیزیه که باید تو زندگی از شرش خلاص بشی.
غرور برای اینه که حس خوبی نسبت به خودت داشته باشی. مثل این میمونه که کت تنه یه هویج پلاسیده کنی و ببریش تئاتر و وانمود کنی آدم مهمیه. اولین قدم آزاد کردن خود رهایی از احترام به خوده. میفهمم چرا برای بعضی‌ها مفیده. اگه کسی همه چیزش رو از دست بده هنوز میتونه غرورش رو داشته باشه. برای همینی که به فقرا اسطوره شریف بودن اعطا شده. چون قفسه ها لخت بودن و هیچ چیز نداشتند. به حرفم گوش میدی؟ این مهمه جسپر. دلم نمیخواد خودت رو درگیر شرافت، غرور یا از این جور چیزا کنی. تمام اینها یه مش وسیله هستن برای اینکه بهت کمک کنن سر خودت رو برنزه کنی. 4 زانو نشستم روی زمین. حتی پشتم را هم صاف نکردم. قوز کردم. باید خم می‌شدند تا به صورتم مشت بزنند. یکیشان مجبور شد برای مشت زدن به من 4 زانو بشیند. نوبتی مرا زدند. سعی کردند از جا بلندم کنند ولی بدنم را شل کردم. یکیشان سعی کرد نگهم دارد ولی لیز شده بودم. از لای انگشتانشان سر می‌خوردم و افتادم زمین. هنوز مشت می‌خوردم و سرم به خاطر مشت‌هایی که بهش برخورد می‌کرد گیج می‌رفت. ولی ضربه ها بی هدف و سردرگم بودند. بالاخره نقشم جواب داد. کم آوردند. ازم پرسیدند چه مرگم است. ازم پرسیدند چرا مقاومت نمی کنم. شاید حقیقت این بود که به قدری مشغول مبارزه با اشکهای در حال بیرون زدنم بودم که فرصت نداشتم با آنها بجنگم. هیچ حرفی نزدم. رویم تف انداختند و به حال خودم رهایم کردند تا در مورد رنگ خونم فکر کنم. روی پیراهن سفیدم سرخی می درخشید. وقتی رسیدم خانه دیدم پدرم کنار تختم ایستاده و با بریده‌های روزنامه‌های روی دیوار با حیرت نگاه می‌کند. خدایا چه بلایی سرت اومده؟ دوست ندارم راجبش به حرف بزنم. بیا بریم سر و صورتت رو بشورم. نه میخوام ببینم اگه خون یه شب بمونه چجوری میشه. بعضی وقتها سیاه میشه. میخوام خودم ببینم. میخواستم بروم و عکس‌های عموتری را از روی دیوار بکنم که پدرم گفت کاش اینها را از روی دیوار میکندی. و همین شد که گذاشتم سر جایشان بمانند. اینها اونی نیستن که واقعا بود. بی خود تبدیلش کردم به یک قهرمان. ناگهان حس کردم عموی فاسدم را دوباره دوست دارم و گفتم اونی قهرمانه. قهرمان هر بچه‌ای پسرشه جسپر. مطمئنی؟ بابا برگشت و رو به تیتر روزنامه ها قرید. تو نمیتونی بفهمی قهرمان چیه جسپر. توی زمونه بزرگ شدی که این کلمه بی ارزش شده. از هر معنایی تهی شده. ما داریم به سرعت تبدیل به اولین ملتی میشیم که جمعیتش متشکل از قهرمانانی که هیچ کاری نمیکنند جز تجلیل از هم. البته که ما همیشه از ورزشکارهای درجه یک مرد و زن قهرمان ساخته ایم. اگه به عنوان یک دونده استقامت کارت برای وطنت خوب باشه هم قهرمان محسوب میشی هم سریع. ولی حالا تنها کاری که باید بکنی اینه که در زمان نامناسب در جای نامناسب باشی. مثل اون بدبختی که میره زیر بهمن. لغتنامه بهش میگه جان به در برده. ولی استرالیا اصرار داره بهش بگه قهرمان. چون اصلا لغتنامه چی میفهمه. حالا هر کسی از هر جور نبرد مسلحانه‌ای برگرده اسمش قهرمانه. دوران گذشته باید دستگی هم یک کار شجاعانه موقع جنگ میکردی تا بهت بگن قهرمان. ولی الان فقط باید اون طرف آفتابی بشی. این روزها اگر جنگی در کار باشه قهرمانگری یعنی شرکت. اینها چه ربطی به عموتری داره؟ خب اون توی آخرین لحظه توی آخرین دسته‌بندی قهرمان ها قرار میگیره. اون یک جنایتکار بود ولی تمام قربانی‌هایش انتخاب شده بودند. نمیفهمم. بابا رو کرد به پنجره و از تکان خوردن گوشهایش متوجه شدم دارد با خودش حرف میزند. عادت عجیب و غریب همیشگیش. دهانش باز و بسته میشد ولی صدایی در نمی آمد. بالاخره مثل آدم حرف زد. مردم رو درک نمیکنم جسپر. اشکالی هم نداره ولی بعضی وقتا اعصاب خورد کنه. چون فکر میکنن من رو میفهمن. ولی تمام چیزی که میبینن صورت ظاهریه که من توی جمع ازش استفاده میکنم. ولی واقعیت اینه که من نقاب مارتین دین رو طی تمام این سالها خیلی کم تغییر دادم.
دستکاری اینجا، یک دستکاری اونجا، اونم فقط برای همراهی با زمونه، ولی در واقع با روز اولش مو نمیزنه. مردم میگن شخصیت هر آدمی تغییر ناپذیره، ولی اغلب این نقابه که بدون تغییر میمونه و نه شخصیت. و در زیر این نقاب غیر قابل تغییر این نقاب غیر قابل تغییر موجودی هست که دیوانه‌وار در حال تکامله و به شکل غیر قابل کنترلی ماهیتش تغییر میکنه. ببین چی بهت میگم، ناسخترین آدمی که میشناسی به احتمال قوی با تو کاملا بیگانه است و همینطور ازش بال و شاخه و چشم سوم رشد میکنه. ممکنه 10 سال توی اتاق اداره کنارش بشینی و تمام این جوانه زدنها بغل گوشت اتفاق بیفته و روحت هم خبردار نشه. هر کسی که ادعا میکنه که از دوستانش در طول سالها هیچ تغییری نکرده، فرق نقاب و چهره واقعی رو نمیفهمه. اینا چیه داری میگی بابا؟ بابا رفت طرف تختم و بالشی را دولا کرد و دراز کشید. دارم میگم همیشه اون آرزوهای کوچولو را داشتم که برای اولین بار واسه یک نفر کودکیم را تعریف کنم. مثلا تو میدونستی نقصهای جسمی هم نزدیک بود من رو به کشتن بده؟ این رو شنیدی که میگن بعد از اینکه ساختنش قالبش رو انداختن دور؟ خب راستش انگار یک نفر اون قالبی رو که انداخته بودن دور برداشته بود و با اینکه شکسته بود و زیر آفتاب کج و کوله شده بود و مورچه ها توش لونه کرده بودند و حتی یه الکلی پیر روش ادرار کرده بود، باهاش من رو قالب زده بود. احتمالاً این رو هم نمیدونی که مردم همیشه به خاطر باهوش بودنم با هم بدرفتاری کردند. میگفتن مارتین تو خیلی باهوشی، خیلی باهوشت فخر میفروشی، زیاد بهش مینازی. من لبخند میزدم و فکر میکردم دارن اشتباه میکنن. یه آدم چطوری میتونه زیادی باهوش باشه؟ شبیه زیادی خوش قیافه بودن نیست؟ یا زیادی پولدار بودن؟ یا زیادی خوشحال بودن؟ نمیفهمم. این چیزی بود که نمیفهمیدم. چی میگن مردم؟ تحلیل نمیکنن، نشخوار میکنند. هضم نمیکنن، کپی میکنند. اون وقتها یک ذره میفهمیدم که برخلاف حرف بقیه انتخاب بین امکانات در دسترس فرق داره با اینکه خودت برای خودت تفکر کنی. تنها راه درست تفکر کردن برای خودت اینه که امکانات جدید خلق کنی. امکانهایی که وجود خارجی ندارند. این چیزیه که کودکی بهم آموزش داده. و اگه درست به حرفم گوش کنی باید به تو هم یاد بده جسپر. بعدش وقتی مردم راجع به من حرف میزنن، من تنها کسی نیستم که میدونم دارن اشتباه میکنن. اشتباه پشت اشتباه، میفهمی؟ وقتی مردم جلوی ما راجع به من حرف میزنن، من و تو میتونیم از این طرف و اون طرف اتاق با هم نگاه دزدکی رد و بدل کنیم و بخندیم. شاید هم یه روز بعد از اینکه مردم تو بهشون حقیقت رو بگی. همه چیز راجع به من برملا کنی. تمام چیزهایی رو که بهت گفتم. اون موقع شاید احساس حماقت کنن و شاید هم شونه بالا بندازن و بگن اه چه جالب، و دوباره برگردن اون مسابقه تلویزیونیشون رو تماشا کنن. ولی در هر صورت همه چیز به عهده خودت جسپه. من واقعا دلم نمیخواد بهت فشار بیارم که برخلاف میلت رازهای قلب و روح من رو برای کسی بازگو کنی، مگه اینکه غنی ترت کنه، چه از نظر روحی چه از نظر مالی. بالاخره راجع به عموتیری برام حرف میزنی یا نه بابا؟ پس حالا داشتم چی میگفتم؟ من چه میدونم. خیلی خوب خفه شو به تمرگ تا بعد یه قصه تعریف کنم. وقتش بود. وقت اینکه بابا سکوت را بشکند و نسخه خودش را از تاریخچه خانواده دین ارائه بدهد. نسخه‌ای که با شایعه‌ای که اسطوره‌وار میان مردم دهان به دهان میگذشت در تضاد بود. تا 8 صبح بیوقفه حرف زد و حرف زد و حرف زد. اگر در فاصله بین کلماتش نفس کشید ندیدم و نشنیدم، ولی مطمئنم بویش را حس کردم. وقتی حرفهایش تمام شد این حس را داشتم که در مغز پدرم سفر کردم و فروکاسته بیرون آمدم. نسبت به زبان ورودم اطمینان کمتری نسبت به هویتم داشتم. با خودم فکر کردم اگر قرار بود حق مطلب نسبت به تکویی ممتدش ادا شود، بهتر بود تک تک کلماتش را به زبان خودش میشنیدید. کلماتی که به وصیت برایم باقی گذاشت.
طوری که دیگر از آن خودم شدند و کلماتی که هرگز فراموششان نکردم. اینطوری دو نفر را به قیمت یک نفر شناسایی می کنید. اینجوری همانطور می شنویدش که من شنیدم. تنها بخشی از داستان وقایع زندگی تیریدین است. بخش عمدهش داستان کودکی نامعلوم پدرم است. داستان بیماری و تجربه نزدیک به مرگ و مکاشفه‌های عرفانی و نفی بلد و مردم گریزی که بعد از بلوغ با قصور و شهرت و خشونت و رنج مرگ پی گرفته شد. به هر حال می‌دانید ماجرا از چه قرار است. هر خانواده‌ای داستان شبیه این دارد.